سی پی رایگان بگیر. سلام رفقا داداشای گلم، امیدوارم حالتون حسابی خوب باشه. بچه سیزن 11 هم اومده با کلی اتفاقای جذاب که توی این ویدیو اومدم خیلی از این اتفاقای قشنگ رو براتون توضیح بدم، ایونت های مختلف رو براتون توضیح بدم. اما گل سرسبد این ایونت ها گاف صندوق صندوقی هستش که بچه ها بهتون سی پی رایگان میده. اومدم بهتون بگم چجوری میتونید این سی پی رایگان رو بگیرید، کامل توضیحاتش رو بهتون میدم. بچه قبل از اینکه این توضیحات رو ببینید به هیچ وجه نرید و ازش استفاده نکنید، حواستون باشه چون توضیحاتش به شدت مهمه. قبلش هم حتما این ویدیو لایک کنید بچه. اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید. یه خودتون میدونید من اولین نفر توی کامیتی کالاب درباره چیزهای مختلف ویدیو میذارم، اخبار مختلف، درباره اتفاقای مختلف، آموزش‌های مختلف، و الانم اولین نفر اومدم درباره این گاف صندوق ویدیو بذارم و توضیح بدم که باید چه کاری انجام بدید. بریم ما هم دیگه بهتون نشون بدیم بچه‌ها. اول از همین صندوق شروع میکنیم. وارد این قسمت سلز که بشیم بچه‌ها میبینید روی این قسمت سلز که بزنیم اینجا میبینید یه اسپند سی پی داریم، یه دونه هم یه آفر دیگه داریم بچه‌ها. اول این آفر رو بگم. این آفر بچه‌ها 240 تا سی پی شما میتونید از این آفر بگیرید مجموعاً که کمتر 12 ساعت دیگه فرصت داره. اگر خواستید سی پی خریداری کنید یا این آفر رو خریداری کنید میتونید از فروشگاه سی پی خودمون خریداری کنید که کاملا سی پی های قانونی داریم با بیش از 3 سال سابقه. تلگرام پیام بدید. آدرس کانال تلگرام و اینستاگرام توی توضیحات زیر ویدیو و قسمت کامنت ها پین شده، میتونید خیلی راحت بزنید رو لینک و بیاید وارد پیج و کانال تلگرام ما بشید و خرید خودتون رو انجام بدید. بریم سراغ گاف صندوق که بهتون نشون بدیم بچه ها. اینجا که بریم روی گو که بزنیم ما رو وارد همچین تصویر میکنه و بچه ها خیلی میمونن میگن آقا این چیه، چرا اینطوری قضیهش و نمیدونم باید چه کاری انجام بدن. من بهتون میگم بچه ها قضیه از چه قراره. نگاه کنید این گاف صندوق اینجا نوشته 20000 تا، اینجا هم بالاش یه تاریخ برام نوشته که بچه ها این تاریخ به مدت 2 هفته هستش، یعنی 14 روز از اومدن این حالا صندوق مهلت هستش که شما از این صندوق استفاده کنید. خب حالا این 14 روز چی حواستون باشه. اما این 20000 تا قضیهش چیه؟ شما تا سقف 20000 تا سی پی میتونید این کار رو انجام بدید. کلون کارش چیه بچه؟ کارش اینه که شما میتونید که برید آقا هر چقدر میخوای سی پی بخرید یا سی پی استفاده کنید و کنید به این صورتی که شما باید سی پی رو بخرید بعد از سی پی استفاده کنید. بعد که استفاده میکنید اینجا براتون میاد آقا مثلا میگه آقا شما 10000 تا سی پی گرفتی، 10000 سی پی استفاده کردی، 5000 تا اینجا براتون پر میشه. مثلا 20000 تا استفاده کردی 10000 تا پر میشه. یعنی خیلی قشنگ اومده با این کار یه جورایی داره سی پی رایگان مثل چیزی بهتون میده. مثلا اگه 80 تا سی پی داشته باشید گرفته باشید و خرج کرده باشید 40 تا بهتون میده، نصفش رو دقیقاً بهتون میده. فقط نکته مهمی که داره و خیلی توجه نمیکنن اینه که شما یک بار بیشتر نمیتونید از این صندوق استفاده کنید و روی این دکمه کلیم بزنید. آقا صبر کن، عجله نکن، 14 روز فرصت داری، وایسا توی این 14 روز خرید خودت رو انجام بده. اگر میخوای سی پی بخری هر چقدر میخوای بخری، آقا یهو هوس میکنی با سی پی بخری. مثلا آقا اومدی بتل پس رو گرفتی از ما، خب بتل پس رو گرفتی خرج کردی، الان میخوای بری 80 تا سی پی مثلا یه گردونه دیگه بزنی و میخوای خرید کنی توی این 14 روز. ممکنه خرید کنی، ممکنه هم نکنی. صبر کن، یهو خرید کردی، بعد که خریداتو انجام دادی اینجا بیا اون موقع بزن روی کلیم بزن. نرو همین الان 80 تا سی پی خریدی روی این بزن که بخاطر اینکه 40 تا بگیری. الان بزنی دیگه میپره و دیگه نمیتونی ازش استفاده کنی. یک بار بیشتر نمیتونی از این صندوق استفاده کنی. پس صبر کن، هر چی سی پی میخوای، آفر میخوای، هر چی مختلف میخوای بخر. بعدش 12 روز دیگه برو وارد این قسمت صندوق شو. هر چقدر سی پی خریده باشی نصفش رو بهتون میده. هر چی سی پی استفاده کرده باشی نصفش رو بهتون میده و میتونید استفاده کنید و لذتش رو ببرید. آفر خیلی خیلی جذاب و عالیه، از دستش ندید. اما بریم سراغ بقیه ایونت ها و اتفاقایی که توی این سیزن افتاده و به شدت جذابه. نکته که بهتون بگم بچه‌ها، بتل پس براتون شروع کنم. این بتل پس فوق العاده خفنیه. برای چی؟ برای اینکه اینجا یه کرکتری داریم تو تصویر داریم میبینید
کرکتری که شبیه شخصیت اصلی بازی‌های گادافار یعنی کریتوس هستش. خیلی نازه، خیلی قشنگه، من حال کردم باش و به خاطر همینم که شده ارزش خرید داره. از دستش نهید بچه‌ها. اگه خواستی خرید کنید میتونید فروشگاه برنده بشید. اگر میخوای که خرید انجام بدید از یه جای قانونی میتونید از فروشگاه ما خریدتون رو انجام بدید. بریم سراغ بقیه ایونت ها با هم دیگه ببینیم. از اینجا وارد میشیم بچه‌ها، روی این قسمت میزنیم. آها خب اومدیم اینجا. خب اینا رو که میبینید دیگه بچه‌ها، اینا خودتون دیگه بهتر بلدید دیگه. اینجا چند تا دو تا اسکین اومده، یکی دو تا گان اپیک اومده که اینجا میتونید بگیرید که باید ماموریتاشو بگذارن. ماموریتاش هم که کار ساده ایه، آنچنان سخت نیستش بچه‌ها. امیدوارم اینو گرفته باشید، اینو برید بگیرید حتما. و اینا تو این قسمت هم میبینید ایونت آنچنان خاصی به بازی اضافه نشده و وارد اکسچنج که بشیم اینجا شما خب میدید با استفاده از این توکن ها میتونید بیاید و این جوایز مختلفی که اینجا هست رو بگیرید که واقعا خفنه. مخصوصا این تنگو بچه خیلی خوبه. MX9 و اینا هم که هست. دیاره چه اپیک هم خوبه بچه، این سیزن تو بتل بد نبوده. و وارد قسمت اینجا بشیم، تیم که بشیم 3 میتمه بشیم اینجا. آها یه دونه اینجا ایونت داریم که وارد این ایونت بشیم، یه توضیح مختصر بهتون بدم بچه در رابطه با این ایونت. اینجا ببینید ما حالا کامل برای من باز نشه، یه دونه سیلور داریم، توکن سیلور داریم، یه توکن گلدن. بچه شما با گذراندن این ماموریتاش دو توکن بهتون میده و شما میتونید جوایز مختلفی که تو این ایونت هستش، این مهد یخیو که بدن نیست قیافش گفتم بچه‌ها بهتون رایگان قرار بیاد، جزء اسکینای رایگانی هستش که 2-3 روز پیش قبل از اینکه اصلا سیزن بیاد توضیح دادم بهتون، گفتم که قرار این بیاد. و یه سری ماموریت‌ها داره که ماموریت‌های ساده ای. مثلا این ماموریتایی که به ما گفته که یک بار داخل حالا مولتی وین بگیرید، 3 بار بین 3 نفر برتر حالا بتل رویال قرار بگیرید. یه همچین ماموریت‌های ساده ای داره، یعنی آنچنان ماموریت سخت نیستش، راحت میتونید بگذرونید. اینجا هم یه سری جوایز مختلف دیگه هستش که میتونید بگیرید. اینا رو قبلا از ایونت از سیزن قبلی مونده، یعنی جدید نیستش. و اینجا هم که میدونید از سیزن قبلی مونده، اینا رو قبلا بهتون توضیح دادم، ویدیوش تو کانالم هستش. و یه دونه ایونت داریم، ایونت گان لژندری رایگان. باورت نمیشه داریم آقا، اینجاست تو همین سیزن میتونید یه گان لژندری کاملا رایگان بگیرید. 12 ساعت دیگه یعنی فردا میادش و به محض اینکه بیاد آموزش گرفتنشو همون ساعت 3:30 صبح که بیاد، 4:30 صبح، 5 صبح اینا من براتون آماده کردم، تو کانال یوتیوب هم گذاشتم و سریع میتونید بگید. اگر کانال ما رو سابسکرایب ندارید، زنگوله رو نزدید، حتما سابسکرایب کنید و چک کنید که زنگوله رو زده باشید تا به محض اینکه میذارم بیایید و بتونید ویدیو رو ببینید و زودتر از بقیه این گان لژندری خفن رو بگیرید و کیفش رو ببرید، از دستش نهید. کاملا هم رایگان و خیلی جذاب بچه‌ها. ایونت های مختلف دیگه قراره توی این سیزن به بازی اضافه بشه که ایونت های قشنگی هستش. کلا چون به کریسمس وصل هستیم قراره بترکونه کالا